خدای متعال در این آیات انسان آرمانی رو تعریف میکنه. چقدر خوب است که متولیان فرهنگ ما این موضوع رو مد نظر قرار بدن. جوان آرمانی، دانش آموز آرمانی، دانشجوی آرمانی، استاد دانشگاه آرمانی، معلم آرمانی، دانشگاه آرمانی، مدرسه آرمانی، خانواده آرمانی، زوجین آرمانی و تاجر آرمانی، همسر آرمانی، فرزند آرمانی. بعضی از اینها رو ما در شهر خودمون در محیط دانشگاه اجرا کردیم. چه خوب. بله، خدای متعال اینجا خودش وارد شده در وصف انسان آرمانی 12 وصف شمرده است. هر کس این 12 وصف داشته باشه میشه انسان آرمانی. عباد الرحمن آخرش هم فرموده اولئک یجزون الغرفة بما صبروا، اینها هستن که شایسته اون سفره بساط اصلی انس من هستند به خاطر صبرشون. و یلقون فیها تحیة و سلاما، اینها کسانی هستند که در بهشت من به اینها سلام میدم. سلام من الحی الذی لا یموت، من الحی الذی لا یموت. یه نامه سرگشاده میاد به اهل بهشت که اونجا نوشته است سلام من الحی الذی لا یموت الی الحی الذی لا یموت. میشه مسئله خدا. بله بله بله. حالا اونها رو خدا اول باید عبد باشه، عباد الرحمن. بعدن اونها که الذین یمشون علی الارض هونا، اونهایی که تکبر ندارن در زندگی. و اذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما، اونها وقتی جاهل میخواد زهرش بریزه با اونها درگیر نمیشن، رد میشن سریع، چون جاهل زهرشی که هنوز نریخته اون خیلی مونده تا اونی که ریخته، با جاهل سر کله نمیزنن. والذین یبیتون لربهم سجدا و قیاما، اونها که در عبادت خیلی چابکن، شب روز در حال شبها در حال سجده و در حال قیام هستند. الذین یبیتون روی شب دست گذاشت. انسان آرمانی نیست که از شب سهم بگیره، روز شب از ما سهم میگیرن. آقای شریعتی چرا میگه سلطان اللیل و سلطان النهار؟ دعای سماعت خوندید؟ شب میگه سلطان چون بر ما سلطنت داره، روز میگه سلطان چون بر ما سلطنت داره، عدد سنین و ساعات سلطان چون بر ما تصرف داره. ما یه مجموعه انفاس هستیم که نفس وقتی کم میشه ما کم میشیم دیگه. ولذا شب از شما میگیره، شما هم شب بگیرید. یعنی شب و روز گاهی سوار ماست ولی ما میتونیم سوار شیم. بله، اونا از ما تسلط دارن در هر حال. حالا که اونا از شما میگیرن شما هم از شب بگیرید. اللیل لی، خدا در حدیث قدسی فرموده شب مال منه. والذین یقولون ربنا اصرف عنا عذاب جهنم، اونا که از عذاب جهنم میترسن. انسان آرمانی این وصف باید داشته باشه. و دنبالش والذین اذا انفقوا لم یسرفوا ولم یقتروا و کان بین ذلک قواما، اهل انفاقن، اهل ایثارن، اما نه زیاده روی میکنن و نه دستشون رو میبندند. والذین لا یدعون مع الله الها آخر، اهل شرک نیستن. ولا یقتلون النفس التي حرم الله الا بالحق، قاتل نفس محرمه نیستن، سخت جنین نمی کنند. بنده خدا از خودش چون نمیتونه دفاع بکنه باید حقش ضایع بشه. ولا یزنون، اهل بی عفتی نیستند، اهل فحشا نیستند. بله، و خدای متعال اینها رو تا میفرماد تا آخرش میرسد والذین لا یشهدون الزور، نمیره دادگاه شهادت زور، شهادت دروغ بده، با پول بگیره بیاد اونجا شهادت بده، حقی ضایع بشه، تا روز قیامت لحظه به لحظه گناه نوشته میشه. چون حق ضایع شد، حق ضایع شده ادامه پیدا میکنه. و اذا مروا باللغو مروا کراما، اهل لغو نیستن، چیزی که نفعاتی دنیوی داره نه اخروی به اون اصلا نمیرن سراغ اون چیزها. والذین اذا ذکروا بآیات ربهم لم یخروا علیها صما و عمیانا، وقتی آیات خونده میشه
کورکورانه برخورد نمیکنن با آیات، تدبر میکنن، تعقل میکنن. خدا چرا این جمله رو گفته است؟ چرا قید زده است که غور بکنن یه دریاست. و اونها یه صفتش انسان آرمانی این است که دستش میگیره بالا، میگه خدایا من از تو یک شریک زندگی میخوام که وقتی ببینم چشمم روشن بشه، اولادی میخوام که وقتی اونها رو ببینم چشمم روشن بشه.